شرکت هواپیمایی S7 ایرلاینز یا سبیر از 3 اپریل پروازهای منتظم را بین شهرهای روسیه و تاجیکستان از سر میگیرد. خبر داد خبرگزاری خاور. این شرکت هواپیمایی روسیه از 5 مارس در پی اعمال تحریمات بین المللی به ضد روسیه به سبب شروع جنگش در اوکراین پروازهایش به تاجیکستان را موقتا باز داشته بود. سبیر شروع از 3 اپریل پروازهای همه روزه در سمت مسکو خوجند مسکو را آغاز میکند. از 4 اپریل پروازها در سمت نوسیبیرسک دوشنبه نوسیبیرسک را دوباره آغاز یافته هفته 2 مرتبه روزهای دوشنبه و چهارشنبه انجام داده می شوند. از 5 اپریل این چنین از نوسیبیرسک به بختر و برعکس خط سیر باز می گردد. شرکت نقشه دارد که هفته 2 پرواز روزهای سه شنبه و چهارشنبه انجام دهد. از 7 اپریل روزهای پنجشنبه و یکشنبه پروازهای نوسیبیرسک خوجند نوسیبیرسک انجام می شوند. سبیر دومین شرکت بزرگ هواپیمایی روسیه و عضو اتحاد جهانی اویاسیونی می باشد. اداره این شرکت در شهر نوسیبیرسک روسیه جایگیر شده است. شبکه خط سیرهای شرکت اساساً به فرودگاه‌های دمدیدو و تلمچوو پیوست شده است. یادآور می‌شویم که قبلا اگنسی اویاسیون گرجدانی تاجیکستان اعلام کرده بود که شرکت‌های هواپیمایی را برای بالا بردن قیمت پروازها مجازات خواهند کرد. در صورت باز بالا رفتن قیمت‌ها مقامات اویاسیونی تاجیکستان شرکت‌های هواپیمایی را از حق ارسال پرواز به روسیه و بازگشت محروم می‌کنند. بعد به سبب اعلان تحریمات بین المللی به ضد روسیه بازار مسافرکشانی اویاسیونی بین روسیه و تاجیکستان و ترک کردن چند شرکت روسی در این بازار تنها شرکت تاجیکستانی سامونیر و شرکت‌های روسی اورالسکی اویالینی و یوت ایر پرواز انجام می‌دادند. از 3 اپریل سبیر نیز به این بازار برمیگردد.